عجیب ترین چیزی که تجربه کردی چی بوده که تو رو اصلا تکون داده، به خودت آورده، متوجه یه چیز عجیبی توی وجودت شدی، باعث شده نگرشت نسبت به یه موضوع کامل تغییر بکنه؟ قبیله داستانچ دقیقاً توی کجا؟ فریزون اتیوپی و کنیا و سومالی، سودان تو فریزون اونجاست. طوری که اصلا اون منطقه مال هیچ کشور فریزونه دیگه. مرز اتیوپی رو رد میکنی، پاسپورت نشون میدی، رد میشی که میری اون قبیله رو ببین. قبیله تو خاک و خل زندگی میکنه، با هر چی که حلبی و پلاستیک و فلان و این دوستانا پیدا کردن اومدن خونه برای خودشون درست کردن. کپر دیگه، کپر که نیست واقعا. کپر. اینا یه رسمی دارن که دختراشونو ختنه میکنن. رسم ختنه دختران دارن و موقعی که با خودشون به جنوب ایران هم آورده بودن. آره دقیقاً، رسم ختنه دخترها رو دارن و موقعی که دخترها دارن ختنه میکنن جشن میگیرن و کنار اتاق هلهله و سوت و دست میزنن که صدای درد دختره بیرون نیاد. اون قبیله انقدر فقیرن، جووناش میرن شکار کروکودیل، غذا نیست اونجا، آب نیست و تو خاک، یعنی یه باد میزنه خاک میاد تو حلقت. من یه چیزی که دارم، هر کشوری که میرم با بچه‌هاش فوتبال بازی میکنم، خیلی اتفاقی پیش میاد، میبینم یه بچه داره فوتبال بازی میکنه، منم میرم باشون بازی میکنم. اونجا شروع کردم، یه توپ آورده بودیم، خیلی اتفاقی توپ افتاد وسط و من یارکشی کردم، به اینا یاد دادم یارکشی بکنید فلان کنید، شروع کردم فوتبال بازی کردن. وقتی فوتبال تموم شد و توی اون قبیله قدم زدم و حالا اون مراسم‌ها و اون داستانا و فلان و این داستانا رو دیدم، اونجا تغییر ناراحتی اومد دیگه. یعنی اون حسی که تو میگی کجا عجیب ترین جا بوده، میتونم بگم اینجا یکی از نقاط عجیب بود که من دیدم. دندون کروکودیلیه که میرن شکار میکنن، یادگاریش هست. یکی از نقاط عجیبی بود که باعث شد که مثلا به این فکر کنم که آقا تو قدر چیزایی که داری و میدونی. از این قیاس اشتباهه ها که من یه چیز بد ببینم و بگم خدایا شکرت. مثلا ببینم آقا یارو بدبختی رو زندگی میکنه بعد بگم خدایا شکرت. دید تو بدبختی داشته زندگی میکردی یا خودش هم احساسش نسبت به اون چیزی که داشته تجربه می‌کردی مدلی بود؟ بعدشون نمیاد که مثل ما زندگی بکنی. وقتی ندیده نشنیده براش تعریف نشده. اومدم از یه اگه من اشتباه نکنم خیابون کشی ندارن، آدرس ندارن، آب ندارن، آب لوله کشی ندارن، میرن برای آب، برق خیلیاشون ندارن، برق، سیستم فاضلاب و توالت ندارن. خب وقتی این چیزا رو تجربه نکرده نمیتونه بیاد بگه که الان چیزی که من دارم باهاش زندگی میکنم و تجربه میکنم یه چیز پست‌تر از یه چیز دیگه است. نورم براش اونه. اون نمیبینه. من که به عنوان یه آدمی که دیدم اون نمیدونه، چون اون نرفت. اونو پست میدیدی یعنی یا اون زندگی من رو اون زندگی، اون مدل زندگی و مدل زندگی یه انسان نمیدیدم، ولی اون آدم خوشحال بود تو اون داستان. ولی من داشتم به اون فکر میکردم که آقا از اون ناراحتیه به این نقطه رسیدم که تو اینجا چی کار میکنی، برای چی اومدی اینجا؟ و همین سوالی که همیشه با خودم تکرار میکنم که آقا تو این شرایط پیش اومده برات که این چیزا رو تجربه بکنی، داری به چی میرسی بعد از دیدن همه این داستانا؟ نگرشم عوض میشه، رفتارم با آدم‌ها عوض میشه. من با آدم‌ها دیگه بعد رفتار نمیکنم، خیلی رک باشون صحبت میکنم و ناراحت بشم میگم. یا داری میگی اون سختی زندگی اونا رو دیدی قدردان‌تر شدی برای شرایط خودت. 100%.